بیا به ما بگو که اینجا خاک کیه، چرا این شکلیه. این آسه یوسف بزرگه. این میتونیم پارچه رو کنار بزنیم. آره. ببینیم. آره این چون فکر کنم شجرنامه است، درسته؟ 25 نفس میرسه به حضرت امام سجاد. فرزندان امام چهارم ماست که فرزند امام حسین. بعد میخوره به اینجا. اگر نگاه کنید ببینید از بالا نوشته این سید فخرالدین حسنشون خیلی معروفه. بعد میاد این جعفر سوسوشون باز معروفه، سوسو شیرازی که شما میگفتین. آره. بعد این سید اسماعیل. این امامزاده اسماعیل توی کجا دفنه؟ امامزاده اسماعیل توی زرگنده تهران. اینا بعدم توی شمیرانات زندگی میکنن. نسل چیزشون سید یوسفشون که این بالا نوشته و آسد شریف هم داشتیم. این آسد شریف میاد شیواده و بعد اینا هم که دیگه اینجا میرسن به امام سجاد. این مدارک و اسنادش هم که این بابا نوشته توی نقل الانساب که تایید شده حضرت آیت الله مرعشی نجفیه. آقای مرعشی نجفی خودش اصلا عالم در علم انساب، مذهب شناس خوب و اگر این چیزایی که شک داشتن میرفتن پیشش تصحیح میکرد یا تایید میکرد یا تکذیب میکرد و اینو تو کتابش تایید کرده آیت الله مرعشی. همین آقایی که میگن که آیت الله بوده ولی مکه نرفته. آیت الله مرعشی خیلی باوره و تقوا بود. بعد بهش میگن که تو چرا مکه نرفتی؟ میگه خب من مستطیع نشده بودم، وقتی میبینم این همه نیازمند هست چرا برم. دمش گرم واقعا. که کتابخونه معروفشون اون نسخه‌های خطی اصلا اون موقع یعنی الان خودش در 20 سال فوت کرده، تا اون موقع در تهیه و تدارک نسخه‌های خطی بود آیت الله مرعشی و کتابخونه خطیش در قم هم خیلی معروفه. خب اینو بریم کمک. این هم که مثلا زهرا که داستانش خودت میدونیم. زهرا دیگه دوست منم بود دیگه. این خودش داستانش یک رمانه، داستان خودش و داداشاش و پدرش مادرش که حالا خدا رحمت کنه در جوانی مردش. داستان زهرا رو هم بعدن. این که مثلا آقای حاج فیض‌الله جبارزاده است که یک توی روستا چیز داشت. بابا باید یکم بلندتر صحبت. تقریبا این مثلا میگم یه داستانی هر کدوم میشه یه اختصاصی ویژه خودشون دارن و میشه روایت کرد. ما یادمونه مثلا کلاس شاید 1 و 2 بودیم، صدای رادیو رو از مغازه این میشنیدیم. یه سوپری داشت که هم سوپر بود هم نفت میفروخت، همه چی بود دیگه. اون هایپر مارکت میگه چی میگه، حتی نونوایی غروبا خودشون خمیر درست میکردن همین نون میزدن. بعد این اولین رادیو رو آورد، بعد اینجا نمیگرفت توی بالاخره یه قدیر مانندیه دیگه. ایشون این یه سیمی رو بلند میگردن بالای درخت که آنتن بتونه بگیره رادیو. اون موقع یادم میاد که سلام علیکم سلام علیکم این آهنگ معروف و صبح که داشتیم میومدیم مدرسه از توی جلوی مغازه این میشنیدیم. آره. بعد اینا هم خانومش هم باز داستان‌های دیگه داره. خانوم اولش تو یک چیزی فوت میکنه، یه ماجرایی. آره داستان‌ها اینجا خیلی زیاده ولی حیف که باید روایت بشه اینا. باید روایت بشه. یعنی همه اینا یک رمان‌هایی دارن و واقع که میتونه خیلی آموزنده باشه، سرگرم کننده باشه همه. اونم که مثلا دختر اسماعیل طلا
این اسمال طلا. اسمال طلا کی بودن؟ اسمال طلا یه دختری داشت که شاعر بود، بعضی از شعراش تو چیز سر مزارش هم داده. حالا قرار بود کتابش هم چاپ بکنن ولی متاسفانه خیلی تلاش کردیم، نمیدونم یا اعتماد نکردن یا چی بود که کتاباشو ندادن و قرار شد که خودشون کتاب شعرش رو چاپ بکنن. حالا شاید چاپ کرده باشن ما خبر نداشته باشیم، شاید هم کلا انقدر درگیر زندگی هاشون شدن که یادشون رفته. طبیعیه دیگه. ببینیم که چرا اسمال طلا. اسمال طلا یعنی واقعا همیشه تو اون سنم که بود برق میزد. یعنی اینجا همه اکثرا لقبم میدن. خب حالا یه وقتی لقبای زیاد جالبم نیست، یه وقت ولی میخوره بهش. مثلا اونجا یکی از حسین تکا، البته رو قبرش ننوشتن، معروف از ما فامیلیشو مثلا نمیدونم ولی میدونم حسین تکا است. تکا یعنی مثل نی بلند و تکا، نه مثل یک بعضی از درخت‌ها که قد میکشن میرن بالا، این بهش میگفتن تکا. اونم داستانای عجیبی داره. حسین تکا هم خیلی عجیبه. اینا هم که خب مثلا باز داستان‌های خودشونو دارن. این پدر شهیده، اون مادر شهیده، بعد یه سری باز مثلا این پدر بزرگ حاجی جهان آرا، این هم مثلا داستانی داره. مثلا چون بچه نداشت، بچه دار نشد، این خانم جهان آرا باز یه سری داستان‌های خاص خودش داره. تفلکی جهان آرا جبارزاده. اونم آقای بگلری. اینا هم همین. منتها داستان معروفی باز اینجا هست. بیا. این ملا باجی بود. اون وقت که مکتب خونه داشتن اینجا، یکی از ملا باجی های شیواده ملا سکینه بود که وارد به تمام اصول شرعی و خانم ها آقایون که محرم بودن فلان بودن میرفتن ازش سوال بود. دو معبود خیلی برده بالاخره بیزو جدید ما هنچیز نرسیده؟ نه خاله ولی جدو سب شده. خواهی اینجا سلام قرار کردی؟ سنگه؟ اینم مامان بابام، مامان بزرگم، اینم داداش خودم. چقدر کاجش بزرگ شد. آره باید اصلاح بشه. این شمشدام در اومده. این کوکبام که کوکب عطیفی گفتی؟ لاله عباسی. بابا لاله عباسی. لاله عباسی. این لاله عباسی. این مامان میگه لاله عباسی. اطلسی نبود مامان؟ نه میگه لاله عباسی. اطلسی حالت شیپوری داره، رنگای مختلف داره، شواخلی معطره. مگه محبوبه شب نبود؟ شب اینجوری بود. اونم داره دیدی؟ شب هم داره. اینم چقدر بزرگ شد. شتمت زده ولی. خب ما از آرامگاه بهشت کوچک داریم میریم به سمت دشت که احتمالاً یه ویدیوی دیگه بشه برای بچه‌هایی که در مورد برنج کنجکاون و دوست دارن بدونن تارم طلا کجا دنیا میاد.